به مدیتیشن جذب عشق خوش اومدین. این مدیتیشن برای تحقق رابطه‌ای عاشقانه است. حتما این مدیتیشن رو با هدفون و حداقل برای 21 روز گوش کنید. در پروسه این مدیتیشن شما آماده دریافت عشق خواهید شد. همینطور به قلب و ناخودآگاهتون دسترسی پیدا می کنید تا وجودتون رو سراسر از ارتعاش عشق کنید. لطفاً در وضعیتی آرام و راحت قرار بگیرید. خودتون رو از تمام افکار رها کنید و به این لحظه و بدنتون توجه کنید. شما کاملاً آرام و رها هستید. حالا به کف پاهاتون توجه کنید و کف پاهاتون رو رها کنید. کف پای شما کاملاً آرام و رها شد. ساق پای شما کاملاً آرام و رها. پاهای شما کاملاً رها شد. توجهتون رو به قسمت‌های بالاتر بدنتون ببرید. به عضلات شکم توجه کنید و اونها رو کاملاً رها کنید. به کمرتون توجه کنید. کمر رو رها کنید. تمام عضلات بدن شما
اعضای صورت کاملا رها. بدن شما در این لحظه از تمام گرفتگی ها کاملا رها شد. حالا توجهتون رو به سمت قفسه سینه ببرید. وارد قفسه سینه بشید و قلبتون رو احساس کنید. تپش قلبتون رو حس کنید. و حالا چند نفس عمیق و راحت بکشید. هر بار با هر نفس انرژی های خوب رو به بدنتون جذب کنید. و با هر بازدم تمام انرژی های بیهوده از بدن شما خارج میشه. با هر نفسی که میکشید شما آرامتر و رهاتر میشوید. قلبتون رو در یک نور سبز تصور کنید. نور سبزی که از قلب شما تابش پیدا میکنه. که با هر نفسی که میکشید تابش نور سبز از قلبتون بیشتر و بیشتر میشه. این نور سبز رو تصور کنید که در جریان خون و تمام اعضای بدنتون جاری میشه. تابش این نور سبز همه بدنتون رو در بر میگیره. شما بدنتون رو حس نمی کنید و تنها تابش نور سبز باقی است.
امواج دریا رو بشنوید. بلندتر بشنوید. امواج آبی که به سمت شما میاد و پاهاتون رو لمس میکنه. این خنکی آب رو احساس کنید. نسیمی که به پوست صورت شما برخورد میکنه. کاملا حسش کنید. این لحظه، این آرامش و لذت رو احساس کنید و با تمام وجودتون به این آرامش لبخند بزنید. حالا به سمت راستتون نگاه کنید. کسی به سمت شما قدم میزنه. این شخص میتونه هر کسی برای شما باشه. اون تنها نماد عشق و دوست داشته شدن در زندگی شماست. هر کسی که با او تجربه دوست داشته شدن و دوست داشتن داشتید. او رو کاملا غرق در نور ببینید. هر لحظه که به شما نزدیک میشه، این احساس دوست داشته شدن و شعف رو حس کنید. سراسر وجود شما تنها سرشار از انرژی عشق و آرامش است. و حالا ازتون میخوام که اونو مقابل چشم هاتون تصور کنید و در آغوش بگیریدش. این عشق و دوست داشته شدن رو حس کنید. صدای امواج دریا، احساس کف پاهاتون روی ماسه، وزش
سوزش باد و لمس شخصی که عاشقش هستید تمام این تجربیات از این احساسات رو در این لحظه به بدنتون و قلبتون برگردونید. شما تمام این لذت رو به قلبتون برگردوندین. قلب شما آماده دریافت این عشق و آرامش است. سراسر بدن شما پر از عشق و آرامش است. حالا که آماده دریافت شدید و دسترسی به ناخودآگاه شما امکان پذیر شد، با من تکرار کنید: من لایق دوست داشته شدن و مراقبت هستم. من اعلام آمادگی می کنم برای دریافت عشق در بیرون از خودم. بله، من آماده دریافت عشق هستم. هیچ مانعی برای ورود عشق به زندگی من وجود نداره. من از تمام دیتاهای اشتباهی که در ناخودآگاه من در مورد عشق وجود داره قطع لینک می کنم. بله، من از تمام دیتاهای غلط در مورد عشق قطع لینک می کنم. من تمام وجودم، قلبم و ناخودآگاهم رو پاکسازی می کنم.
رخسارم. من سراسر عشق هستم و هر روز با این عشق زندگی می کنم. حالا ازتون میخوام دوباره به بدنتون برگردید. به آرامی انگشتانتون رو تکون بدید. شما کاملاً از ارتعاش عشق لبریز شدید و تنها عشق رو جذب می‌کنید. تا یه مدیتیشن دیگه، خدا نگهدار.